Chicken turkey. دوزخ و مابل ته را تیز کړه دېرش کاله بعد سړی واستوه چې ته ورشه چا کوم ډبره ما دوزخ و مابل ته واچول هغه د دوزخ دننه را رسېدلی ده که تر اوسه په لاره کې دي یعنې هغه سړی چې تللی و دېرش کاله بعد هم نه و را رسېدلی دونه زور دي یک سفید مگر او پنجه مجید بیم گرفت کتی نسوره کشید سونه ملایی تم نه مناسب چرا بابا سوی چون دستیستان ده کافی دوزخ نرسید کوچکی بزرگ جان جای نورده خواهد یقل مگه گادم اگه کار داری از خاندان شاید منطقهش یک جای نم بگی که گادم بفهمه در کجا هستیم که اگر بی سلام بیدو بادم پالوم شیشت یک چه خمد گفت بیاد ما گفتم اشکر جان گفت در غزنی اما بچه این چرا میشناختی؟ آدم طبعا پرسانه که بچه کیره؟ تو بچه کیره؟ اونه نه او بچه کاکا این چه و یک برش که دمندهی این چه میکد و بچه در جای نوردی؟ باز بکنم با خدا که در جای آردن بچه خواهزده این چه رو مگم نه و یک بچه ماماش که در حزب منافقت این چه میکد و بچه در جای نوردی؟ باز گفتم خدا برسه که در جای حافظه توم زید حافظه هم از من زید یک ما یک وقت اینگه میتر انگشتانه مقصد نمایشی بود قیمتی نبود یک آدم مقصد خواهش کرد من دادمش کمک کرد خوشنمای بود کتا و بچه از واغز بود دکتای به دکانای ما بود دمون روز همی مردکم حضور داشتم خو یک 6 ماه 5 ماه از قصه تر شده تصادفی دیگه دم تاجیک آباد قومی خیرات بود ما رفتیم در خانه سر خوردیم که ملا صاحبا مولوی شیرجان سید صوف آقا یا شیشته دیگه ما اونجا رفتیم باشد که بزرگا شیشته دیم سکوت کردیم دیدیم که شیمی بچه دو بغلیم شیشته شیف رسه که سنمایتم نه بیاد همین شیشته شکر جان گفت چه کردی اموره که ناخوناشا پر کردم اول ما دو فزم مقلوم که ناخوناشا کردم تو کیرم گوی بازیتم نه بازیتم نه کیرم گوی نه نه که ناخوناشا پر کردم دی باز مقلوم ده جانم پیچی شفره سیرخ منه شنیدم بپل باز کیرم گوی مارا خیلتار زور داد گفت من از ما بخی چیزی من پردانی شفر میفره ولی چی مگوی آنه نه بشره که انگشتانه تا دادی گفت من ایتا بخشت سرکره کم کردی باری انگینه شه ناخوناشه بود کردی اولیا که جنات اندر ده که یا برا بود کلا یک سوال ده جنات کی بود کی نبود خواه برو مگم نمو یک مردکه این چه بود همی اربابی از را 60-70 ساله آدم بود یک زن جوان گرفت یک زن جوان گرفت خودش هم ارباب از دیگه یک وقتا دیوالش شو شده خواهد 30-70 ساله آدم چیز نمایی دیگه خود یک وقتیست که من نکر چیز داد بیا تو چراغ بگیه کرد دیگه نکر مادر دیگه وقت هست دیگه چراغ گرفته هرچی که مثال اگه برکت مره قول زدن همینطونه دمی اصلا نکر که من که تازه تر بود آمده شده بود نکر چراغی را داد گفت من تو بگه کرد چراغ بگی ارباب چراغ گرفت نکر اخته شد نکر که دید خوب خشم میزنه اره دیگه قرنی ارباب قلقت میکنی نکر زد بدنالت کسی نیت چراغ میگره چراغ گرفتن
چراغ بزنه سفید چیز نموده دیگه او آمده شد یخته شد دیگه این بربا من بعدش نمود یک لغت ماکن دکنی زد پدرنالت کسی میشه چراغ مگم یک آدم گفتم حساب قرصک پنچیر همین خب مثال یک سابق داره سابق چیزی بوده که میگه پنچیری خیلی سرمایه دار بود و خیلی مثال دپ آمده یک چیز بوده یک بچه داشت نازدانه دیگه بچه که خدا گفته بود که دیوال شیر وقتی زن میگریم بچه گفته بود نه آقا و بالاخره زن میدم شود تا که بزنی عروسی کردن که عروسی کردن یا بچه خورد در سر چیز نمیکنم میگم برو بچه برو دیگه نه اول ما برای زنی چی برای چی آدم که برو میگه نه آقا من میشرمم نمیتونم میگه برو بچه ما درگره بند میکنیم تو برادر اینی تا کوی نی تا نیم تا وقتی که سال قبل جردیده جواب شد باز ما که ایتا کردیم پس ایتا کردیم پیش ایتا کردیم پس ایتا کردیم پیش خوی بچه که پدم وقت دمو اصلا رسانده بود دیگه تا باید زنم پوش درگه استاده است که ایتا نه بچه پیش مره که ایتا نه پس مره خوی بچه را کمک کنی مزه داده بود دیگه وقتی که دوید گفت آقا جان قصه شور بدید قصه شور بدید دیگه یه تا نکته دیگه فهمیده دیگه قصه که شروع داده قصه که دیگه تیز کتم قصه که پنچیره نزون جمعه وعلیکم السلام وقتی که طالبا اونجا گمراهی دید ما در کتا بدیم که یک برادرای سلمان دیگه وقت کاروبار مانده اونجا بمیگی از بین رفته بود تصادفی در نوی آدم مرم بکانستانه گفتم تو مرا بچیم یک شامپو که من یک سرگرمی دیدم که برادر گفت این مردکه دیگه مسافری که میوارتنداره کرد بیم خیلی زیاد خوش میشه همین مردکه نو آماده بود قدمچی بغل ما خبر ندارم که خاندانی تیغکیست دیگه ماندنشی کردیم بیارک بخیر امانی والا شکر فضل خدا گفتم چی والا حال بود غزنی که بخی خیر و خیرت تم چطور بود کاروبار هر کدام از کسم خود من والا مردکه که رد شکایت شد گفت کو کاروبار مردم شوخی شده سرای تیر نام جرمانه و طالبا بند کرده گفت ریشن همه لکی کل کنی که خیره پس گردن ما کیر میزن یک پس گردن مونده بود نه ملایی بود نه در پس گردن ما کیر پیسه نداشت بود موجب شده اینجا کمر بود مرود جون تموده بود نه اره این وقت طالبا دیگه ما اونجا میشنویدیم که مردم سر دیش و سر جماعت و سر بعضی چیزا سوटा مخره باور ما نمیامد ما شنیده بودیم خو اینجا کمک کار ما بند شد وقت بلوچستان نسبتا کریز نکرده بودیم سر و ریش کلش همین فکر بلوچی کالو هم میگی همین تو بنارس یک سفر در غزنی آمدم چاش نمی وقت جماعت می کوچه سید احمد مکهی سب دکان خسرورای ما در اینجا رسیدم این شرمید نگفت که وقت جماعت باید که برای نماز بخونیم باز این چه کنیم این رفتن نان آورد و نان مدرسه همین تبال ششتم در نان خوردن سیونم که بازار بخی آدم نیست ما ایران موندم که مردم چی شد وقت جماعت پیشین بود وقت جماعتش که وقت دو نفر امری بالمعروف دم یک متسکل دست یکی کبال دست یکی کلاشینکوف آزاد قماندونی اینجا نزدیک بود امری بالمعروف من دیگه نمو جایش جمع کوچه سید احمد مکهی سم دم یک دکان ولی گل متسکل استاده کرد یوز متسکل پیاده شدن دیگه میشه کین دکانا را ترسود نه که کیست که در جماعت نرفتن که پیش آمدن که تصادفی مدام سر نون شدم چشم جا دمه خورد که دمه خورد یا میتونم سیده کارد که دمه سر صفحه بال شد اگر در چهاتر میگه تا نبینی دخلت چیره اولا من سر نون شدم میدم ولیکم لا صرف دخلت چیره اولا فوزیدم که سیاست کرد گفت وزد منزه وقتی کدی دوڑی وقتی یکی گفت منزه و دوڑی امی دلو مینم زین جاو شد دیگر را نموند سر ما دیگر برای تو اندلابی شیو بود دیگر میته شرافنمندانه بکنم املا سبزه خو هندوی اما مسلمان سین من دون بکنم
چراغ سر و سرم فضل خدا که صفحه تا شده من دکان سید نهایت آقا که رسید که ایتا کردم که برادر در اونجا رسیده همین تک تو چه امام سیده شرک کنم فضل ایتا خلاص دوزم که فکس بود وقت نه هر چیز فکس دوی بود ولاد سبزه خویندوی آمده دیگه رفتم بود تر فضل خدا کی که خواهتن ما هر چیز آدم دوازده است مگه سابق مگه یکی کل سرداری است یکی کل قروتی است سرداری اونوست که مثال اگه به آدم انجینر دکتر سرش نر میشوره به نام سرداری مگه یکی قروتی اونوست که مثل می چکر می سر لیش کنی مگه سابق می قروتی ها دا وطن مخید دوازده در شهر که صبح برو می شده نظر او چیخ میماد کل اولا مرفت کل این کلا کس حسابش خراب شده بود که یک سر یک نیم صد نفر کلا یک روز جمع شده بود که مرد پیش ولی سه برز نیم که یا این مردم هدایت بده یا دیگه ما شما شهر مری علم نیم همین تعداد ماندن پیشیل ولی وقت زمان ولی ها را ماندن باشی که گفت خیرت باشه برادرها گفت از خیرت ترسه گفت ما را خدا زده سه ما کلاستیم گفت کل خدا سیم یا کل زی مردم استیم گفت کی لبک تیر میشی چکمه کل او لبک مری کل گفت یا این مردم هدایت و وسیعت منی یا ایست که ما شهری علم نیوالی ولی وقت زمان گرفت 100 روپیه جریمه یک موقعی تلان کرد که هر کس ازی به او طرف کلا را آزار داد صدیر با خود شخص قید خود در زندان دولت باید تیر کنه خو یک چند روزی کلا آرام شد و پیسه نبود خیلی که 100 روپیه کس نداشت یا آرام شد ایلا بولا یک روز دو روز در روز که تیر شد که از جمله ازی کلا یکیش مفلس شد خیلی بدک مفلس لنگی را در خانه ایلا که در سرلوش در بازار گرد شده که چک مزنه کل که صدیر فکره ایلا برفت یک ماما اوغان یک بغل شده دست در جیب کرد گفت اگر صدی پورا کرد خب بخط قرآن مگو دید که در جیبش از 30-40 روپیه زیاد نبود دستش نمون جیبش از پشت کردی کرد گفت یه خویه افسوس چه پیسه نومشه نگیره دلش طاقت نگید که نگید واقع گشتن است همون یک وردکی در اتاق رفته بود گوشت خام بود شروعی چی رقم بود او نامی اوتل شینیده بود و دیدن ندیده بود یک وقتی از وقتا بازار که سابق میماده میمونچی ها که بود ما بین ازم یک بوشکه داشتن همون چرمای چره در ما بین بوشکت ترکدگی بود و کاسگه که اون دیگه داشت و یک دو سه نفر قدیموچی شته بود این که سعی کرد که خدا ورسته اگه اوتل باشه خود می اوتل است قرار چرقت کردم بغل اوچی چیز گفته اورو را در 2 روپیه غوش را کرد 15 روپیه شروع وچه این که سعی کرد گفت حالا فریب خورده رفته کاسر گرفت و برادرم یک نونک تر کرد و چرم در بالم زود نانشت و اوش انداخت دیگه کمه کرید پیش زیش دیگه زده رفت هر رو رخ میزنن تروش که یک دیگه چرم یک وقت است که دیوال خوبه کاسه و چرم قدیم چرم و نون زد که بال شد که میتکه داغ یک رو تروش زد دیگه دیوالای زیم چی رو خنده گرفت دیگه وردکش بعدش هم گفته دست ما وای چه وردک خردی شروع دیگه خو غوخه دی نو پخته شروع دیگه یک وقت یک وردک دیگه در کابل همو در تکسوان استاده گفت ته ورون ما امریکا ته ورسوان این دلوارم چالاک بود که بیا برادری نمیگه شام سیر گره باغ بالا برد و شرنه برد و چمن ببار ایلا ببار یک ساتیر در داخل شهر کابل چکر میده و بالاخره پس آوردی را در کته سنگی تکد که تکد گفته دی ورور امریکا تو ورسیدی حقیقت است وردک صادق خودم تاش گرد پیش سعی کد گفته و بر پدر این حالت که وای امریکا هم کته سنگی لاری امریکا هم کته سنگی لاری یک زمان وردک شد همین جنگش
خود جنگ وردک و غزنی بود یک وقت مگم مجاهدین وردک بخاری که ما شما زمستان در خانه مونیم یا جمعی توب میگرفت ما بین زیر بارو سنگچر لطه خوب محکم تخته میکردن دیگه نمی تا پلته پختهی از بارو جور میکردن دمیدن درگاه بخاری میشتن و دیگه مجاهدین پروتسی پلته سخته که در بارود میرسید خود توب نیست که غزنی رو بزنن یه همی جای بجی گم لطباد منطقه رو می مگه وردکی ها دولت پروت مگم بای تو بر پدر دولت که در شده غزنی تو اینگی توله غزنی چول خبر یک وردکی نو زن کرده بود یک شو در خانه خسور خدمات کردید بلکه چای خود دیگه یک وقت می خوشوش خوب زن بود جای جا در خانه علایدن دو این مردکه که رفت قزنکه شیشت دیگه خواهش کرد گفته خزی گو دخل کوی در معامله در خسور بکور که جغ به مزاکی رزاست که در نینش پدقات کرده تو و زنش گفته بدی عدل تنکه و سبا و رور می خبریگی پلار می خبریگی بیا چقبل کرده و لارلو چی هرچم که یاده تو بعد شویزی آماده بود گفته بود استاد پلور بر پدر نلد چیز ما کور مردگه و خانه مارش آره نه خیلی بخشنم او خموگه لال جان باز بود بیچاره سودا خریده بود دیگه سوداش را پشت شام هم کمک تاریک شده بود چون خانه میرد که یک وقت تصادفی لایم شده که یک جای پایه کسی لخشید قدمی سودا ما دادم ما بین کدولی افتادی که می افتادم دی تخته پشت خود دمو اسنا آسمانم آتشک زد آتشک زد بعد لال جان بازم گفت چیم نی؟ گفتم که لمیدی هم عکس میگو اولان جان باز بود نه خودم سابقا گفتم روزا و قدر دراز بود دشاری کنه که یقینت به خدایش از سات زنا هفته بود که هفته مثال کرد میفهمید که 2 بجه 3 بجه وقت نماز وقت علویست یک دی سفیدم بوم به خود کمک سایه بود دیگه صبح هم دخمازد دم 6 سال دیگه می پشوی و ترابی دیگه بود 18 سال بود او جوزه های سابق خیلی دراز بود یه گلی بغل خوابی که بول می شده که ایتم که دمی خودی نسور می دستونی افتاویتم که میخ کدن سر خودی رواز می کده ایتم که بس دی بغل خودم میگم دی بغل بود اما بروز ده که شام نمیشودی نمیده که خودی می زد افتاو میگم میخ کده درستی میخ بود شور بخی نمخورده بود او خیلی کسای اینجا داره مگه دمو اسنا مگه که دم پلوی مکه معظمه ده اونجا بود که از خانه زنگ آمده بود گفته بود تو کجا هستی؟ من بمو خدا گفته نه دم میولدم پلوی قبل خدا جان است وقت تواف دیگه مدگه آجیا مگه چک مدد که اللهم لبیک دیگه ای روزایی هم موبین مو کزوی جیتا مگه ابای گفت که آخر کجو کل آجیا ابای چک مدد مگه تو برا بیچاره رو مگه موقت مخیطر کمک مانده بود
یک گبه مونده بود یک کمک روز مونده بود دو بیارو جدا شده پای خود گرفتنی بیار گفت چیم نیست بیجای نزین پیسا را گفت نه من بیجای نمیذارم یک تلر میخرم دمیش کرد میندازم قطار میندازم ولا خوب گفت زدی خوب بیگ از مرم یک دانه میخر خب از زبایی چی کنم گفت از زبایی هم بخر بلک بخش کار کنن 3 تلر دمیش کردم قطار انداختن وقتش کرد بود دیگه خب یک پره زدن دو پره زدن پره سوم نمیره سالار جنگ شروع شد و ای بیارم خدا کشید برادر یک وقت زد خدا و دیگه بیارشم خدا کشید فضل خدا که تلر یا باید زد ای بیار دیگه بیار که تلفن ارتباط داره گفت چه رقم کدی گفت من خدا کشیدم گفت تو چه رقم گفت من خدا کشیدم گفت چی شو تلر یا باید گفت ابای گویده شد یا اگر بگی کیره نمی کسای چشم دی وردک بودن همون خار لال جان باز مگه در کیان رفته بود پشت بوته خارزی که خوب بار کرد یک وقت پایا کسی بدری کرد خار مثال افتاد گردنش میدان شد خار مرد لال جان باز چیخ زد گفت خود چور زد گفت خار از دست رفت این اول باره در اوزا که هر کدام پرسان کنه خار چی کردی خزو خسکو خار چی کردی خزو خسکو چیمنی سابق دول زده میشد لال جان باز زمان ده منه دیده که خلپای گو بکش دوله هر کس که پرسان کد که دوله کی زده بگی لال جان باز زده خود لال جان خلپای کشید دول زده می کل روزه همون گفت خیرت باشه دولی چیز گفت لال جان باز زده خود روزه که همه جمع شد لال جان باز همون گفت خیرت باشه لال جان گفت باین از پشتم همین کلی روزه ده کیان برده برده سر مرده خر استاده کرده گفت سعی کنی نو بیاره ما اونجا پوٹا زدم اونجا قودا کردم اونجا بار کردم ده اونجا گردم پای خر بودری که گردنش میده شده خر مرده گفت کل تو نه چشمتون سعی کنید که من یک وقت ندارم که گره خدی هر کدوم علیده کسا بگه 12 نفر روزه ایره 3 نفر 2 نفر دوزلوش کرده بود با دقتش 12 نفر مگه یک شلال غیرت نم داد خواه یاره دوزلوش کردی دیگه 2 نفر 12 نفر در روزه همودن گفت چی گه بود گفت دوزلوش کرد در کجا گفت او بغل کیان گفت چند نفر دوزلو گفت 12 نفر گفت شما چند نفر بودین گفت ما 12 نفر گفت کجا بود لال غیرت گفت لال غیرت هم قطعی ما بود گفت لال غیرت چیز نگفت دوست داره و دیگه گفت بمو خدا کده من ایدن خود خیلی قم کرد من ایدن خیلی قم مقاولش شب پیره لال جان باز بود که گزمه آمده بود این گزمه کمالی خونواکیز درش نکرد گزمه لال جان باز گفت تو بچه گفت چرا درش نکردی گفت من یاد ندارم گفت تو درش یاد نداری گفت بله گفت من سلاتک من یاد دادم دمی نصف شب سلال لال جان باز گرفته بود گفت بچه گزمه که آمد گفت اینه قدور استاده میشی سلایت اینه قسم میگری پای چپ در زمین میزنیم چپ میزنیم که درش فهمیدی گفت بله سیب گفت بعد از چی می گفت بکش پتلون تا لال جان باز گفت البته قانون گزما پیداست کشید گفت بیشی لال جان باز شیش گفت گوکو یک چرک لکه گفت گوکو یک پا زد از کنیست دیگه ولی خونجا گفته نمیشه گزما لال جان باز گفت یاد گرفته گفت بله سیب گفت من سلایت بپوش پتلون لال جان باز پتلون پوشید سلار گرفته خود جای به جای درش یاد گرفت دیگه گزما روی شد از پشت گزما پای زد گفت درش که بمو خدا میزنم این گزمه گفت دارم زدم من یادی دادم گفت درش که بمو خدا میزنم اون گزمه ترسید نواکیز نزنه بکش پتلون تا گفت دارم زدم من یادی دادم گفت بکش که بمو خدا میزنم خب بیادبی مفتا سر گزمه خورانده بود 2 روز پس 3 روز پس لال جان باز و گزمه کدام جای سر خورده بود گزمه لال جان باز گفت تو بچه
در این نظر من شناخته میخوری مثل کدام جای دیده من. لال جان باز که ما اون نستم نکنم شب پشویری یک جا کنم. بس ما که معلوم است که دعوا خلاص جمونه نگو خود دعوا نگو درا دارش ما بگو لال جان باز لال کم و یا میخن یک خر شریک خریده بدن موقع یا رفتن در خرکاری مثال کدام جای خونده که شاود یک قریه رسیدن لال کل لال جان باز بگو بیا شاودم این مسجد تردیم صبح مریم یا اردوش در مسجد رفت خردم برو استاده کرد دیگه یک وقتی چو خوز دمنه مسجد دیگه لالا کود در لال جان باز گفتم این خر یکی نباره لال جان باز ماده بودم تا مانده بود خوکایی گو بیا گو ما در کریم و رحیم سپردم و نیست پیشه لال جان باز برو میشه که خر دوتا گرگ چپا کده زده مره پس در مسجد درو شده حالا برشو لال جان باز گو بولشه نه که کریم چاد گرفته رحیم خورده مره برای خموگه تا سابق یکون قصه مایه موگه سب ملا موگه داد جماعت خفته نداد خانه رفت صبح که اماد در مسجدی که شب بعد از ملا یک مسافر خد یک مچخر موگه دره مونده بودی شب مچخر در دلیز دارو کرده خودش ملا در اماد در سر تو کر خو کرده صبح ملا اماد به شازان دادن که آزان داد و برادر سینه که سر شوخی مچخر نبود یه ولی از کجا شد خب بیادبی ما فیدم سر صبح وقت دومی زیر دور داده همی سر دینه بال شده همی هر حرکتی که مرق کرده خود مگه زیب این مسافر از گوشه سینه که تو باش شده که یک دوز موز نباشه میخاره نباره میمنه که ملا بامباره که گل نو زیب چک میزنه همی زیبی زیر گره پس هم آدم جای خود خواه کرد که باش بعد از این چیم نه و صبح شد مقتدی ها ما وقت جماعت استاده شد ملا استاده جیل بولب سیل ندیگه که سیاست کرد بال شله دیره کیز خواهد اونجا بال کن تارت کنه و بگید جماعت تیاره مسافر خود بداره سر خود بال کسن ملای تکرد ملا سه زیب ملا و خطا شد بچه میتون در مقام زیب بودی مسافر گفت و خواه سر تو نمیتون اره مگه ملا خدا جان قر کرده رفته بودم کنج وجره دمی تاریکی وجره شسته که خدا راستی که قرمه پلاو گرم و نرم دمی تای کلم نیاره دیگه کار ما را از واسه من بولاده و خدای تعالی گفته که تو حرکت کن که من برکت کنم یک روز شیش نز درگاه ماد نرشد دو روز شد سه روز شد سخت گوشنم شده که تصادفی دمو قریه کدام جای روسی بوده یا مثلا ختم بوده کدام غوری برنج پور کرده گوشته نانشته که میره ببرده مسجد همون طالب بود ملا بده بود بره همونجا بخوره این ملا دمی کنج تاریکی وجره اشته که یک نفر غوری برنج داده سیستم دی درگاه مسجد دروش گفته و نماز بودم که نینجا که کلای خدا قسم خورده این مردکه غوری برنج داده شیله بگشت شوله بگشت کرده نظر نموند مخواست که خیلی غوری برنج پس بروشه دید که پس بروشه ملا سپکشیده کرد این مردکه آوازی گروه صاف کردن که شیش پس همیتا کارت کرد من گفتم کس نیست دیده دمی اجرا درو شد همین نونه ده پیش ملایش گفتن ما ملا صاحب اینجا ختمی سی نونه وردم امیر بود ملا که سونه قرمه و سونه پلاو سعی کرد ده پشتو گفت وی بیشک که چه خدای رزق ورکه اما این خواره سر شهه کده بود مفت بلاگه بکنه نمو حرکت شد هم اگه مورا نم که خور رفته بوده رای نمونم
درست بود یک پیشک خونه دیگه پیشک گرفتن نه اگه فکر کردم شما در قضیه کنین یک شب برو شدم که دو تا پیشک دمی سر دیوال یک جای شدم یک پیشک خانه شدم یک پیشکی که از دیگه جای آماده دمی سر دیوال جنگ داره دم وقت جنگ پیشک که شما متوجه شده باشین اصاب پیشک و قدر خورده که از دم به خود خبر نیست گاهی تا من نمیتون دمش بخید اختیارش نیست دیگه من که سعی کردم پیشکی که از دیگه جای آماده روی برون شده بریدم نه بیادی مشکر رغله او که معلومات از دیگه جای آماده ایتم نه بازی پیش مخزده ایتم نه والی باز معلومات پاس مخزده ایتم نه خانواده لیاز شکت و نمو کجانی دوید ایک سیاست که دیکت کرد لیاز شکت گشت دیده نقشه فهمیدم که دم به جا خلق خطرناکی دارد از اختیار جا بروز بخیده میده او خود سابق بچه شامیر خیلی مقصد بیکاری بود از هر قریه نفر در مبین حرکت آز پسک مدوید که بگیرن جنگ بندازن دزو دیگه یک وقتی سندیوال شیر یک سگ او قدر پیش کرده بودن که از این کچه ده او کچه از این کچه ده او کچه بالاخره دمو رای یمی علوی سازو که مری در مبین حرکت آز زمین جمع یک ری فرعی بود این سگ خودم زیر فرعی زد رفت در مبین حرکت آز در تایم دو موترهای کتاوز پناه برده دیگه هم شیشته ترسود نه هم رفت خستگیم نه همیان بودن این مانده است دیگه که یک وقت است که این بچه ها کویره نیفته که کلینر ظالم وقت دنده بند بودن وقتی دنده پس کردن مایی که سگ را بودش رویش دیگه جایست که یک لغت مایه دمی بام بکنیش کلینر میزنن این لغت غافل است یک ریتم همیان با اومنه دیگه مور باز پیشم درگاه رزاک مدوید از رای دی از کونش پخل پلال باز منگسکام دازارش میکرد و جاکر سر دو پای میشیش قدی منگسکا رو سیاست دندان نشان میدن میگه دختره که زرا میگه میگه آتشم خواه بود عباشم خواه بود میگه صبح وقت که 6 تن از خواه میگه می دختره که کرد بالا شد دیگه آتای عبای خدا گفت آبای من امشب یک خواه دیدم عبای گفت چه خواه دیده بچه گفت آبای یک چیز خواه دیدم گفتی در رنگش سرخه تو سرخی های کمایی توره بچه گفت نه آبای تا پرپشمه گفته بدو قالینای بختی توی بچه نه آبای تا درازه باز گفت نه گفته بدو درازی عمری توی بچه دیگه آتش هم شته بود زنکه و آتش روی بارده گفت آ زنکه گفت خواه دختر تو را غلط تبیر کنی گفت چیه؟ گفت نه خواه دختر کیر برو نشد فهمیده نه او رو بازی میداده حتی سیده کرد گفته نگه یک منطقه یا دارگی خواهش شدم